دوباره خدمت همه دوستان به کانال یوتیوبی سیامک خوش اومدید. من سیامک هستم و تو این ویدیو قراره که 0 تا 100 مهاجرت کاری به آلمان برای بچه‌های عمران و معماری رو توضیح بدم. تا اونجایی که خودم اومدم خودم این کار رو انجام دادم. همیشه بهترین کسی که میتونه شما راهنمایی کنه کسی هستش که این مسیر رو یه بار خودش اومده باشه. من این مسیر رو خودم اومدم. نمیگم مسیر آسونیه، مسیری هستش که شاید خیلی دلشون بخواد، چون واقعا مطمئن ترین راه برای مهاجرت شما از طریق، حالا کسایی که متأهل هستن، از طریق بلو کارت در واقع و از طریق نیروی متخصص میتونید از همون روز اول به همراه خانواده‌تون بیاین اینجا و این اتفاق برای خیلی ها در واقع یک ویژگی مثبت هستش که همه در واقع دوست دارن این جزو اون مهاجرتشون باشه. کاری که من میخوام از تو این کلیپ، تو این ویدیو برای شما انجام بدم این هستش که به صورت تیتروار و بعضی جاها با توضیحات بیشتر کارهایی که خودم انجام دادم و نتیجه گرفتم رو به شما بگم، شما هم استفاده کنید. شما خودتون باید توی مسیر قدم بذارید. مسیری نیستش که کسی بتونه شما رو هول بده. من شاید فقط بتونم یک انرژی باشم یا کسای دیگه. داستان بالا رفتن نردبونه. شما باید بدونی که بالای نردبون میخوای بری یا نه. اگه تصمیم گرفتی بری از نردبون بالا، پله پله باید بری بالا. 2 تا 3 تا اگه بری بالا سر میخوری میفتی پایین و انرژی بیش از حد باید دوباره صرف بکنی. پس توی این مسیر خواهش میکنم با کسایی صحبت بکنید که به شما انرژی مثبت میدن، هم فرکانس شما هستند و شروع داستان رو لازم نیست جار بزنید و در ادامه تا اتفاقی 100 نشدم به کسی نگید. این تجربه من هست، چون با کسایی که انرژی مثبت به شما میدن و هم فرکانستون هستن اگه صحبت بکنید قطعا تو مسیر موفق تر میشید. بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، بریم با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که من چه مسیر رو طی کردم و شما هم همون مسیر رو پیش بریم. اول از همه تا یادم نرفته، برای اینکه این پیج بتونه پیج خوبی بشه و من هم انرژی بیشتری بگیرم، شیر کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستانتون بفرستید که میدونم خیلی ها هستن که دوست دارن مهاجرت کنن، مخصوصا برای رشته‌های معماری و عمران. این قضیه کم صحبت شده در موردش و تا حالا من پیجی ندیدم که با ویزای کاری کسی اومده باشه و بتونه به شما راهنمایی درست بکنه. شاید خیلی هستن که در واقع شما رو ترغیب میکنن به بستن قرارداد سوری یا قرارداد با هزینه، که من اگر هم بشناسم پیشنهاد نمیکنم این کارو بکنید. به نفعتون نیست، چون وقتتون رو هدر میده. شاید در کنار اون مسیری که خودتون میرید و خودتون تلاش میکنید، اگر میتونید این هزینه تقبل کنید به کسی دیگه هم بسپرید. برای اونایی که واقعی هزینه میگیرن، بعضی هم هستن که تو کاریابی توی آلمان خب از کارفرما هزینه رو میگیرن، سخت پیدا کردنشون از ایران و اعتماد جذب کردنش. این راه هم توضیح میدم. ولی قبل از همه این داستانا نیاز به حمایت شما دارم و نیاز به این دارم که نظراتتون رو حتما بنویسید، چون نظرات شما مثل یه دونه صافی میمونه و در واقع مثل یه سوهام میمونه، صیقل میده و کمک میکنه این پیج قوی‌تر و پرقدرت‌تر بره جلو. وقت رو نمیگیرم، بریم صحبت بکنیم. اولین قدم برای مهاجرت تصمیمه. شما باید تصمیم بگیرید که مهاجرت میخواید بکنید یا نه. سختی های زیادی داره، ناامیدی های زیادی داره، ممکنه تو راه خسته بشید، زده بشید، خانواده، دوستان رایتون رو بزنند. زبان سختیه، خیلی سختیه. به قول خودشون میگن دویچش براخه شویش براخه، یعنی زبان آلمانی زبان سختی. شاید بگیم زبان فارسی هم زبان سختی، زبان انگلیسی و خیلی زبان‌های دیگه هم سخته، ولی ما ایرانی‌ها، حالا اونایی که زبان انگلیسی رو یاد گرفتن، توی دوره در زندگیمون و تحصیلمون خب انگلیسی بوده بیشتر و دوره برمون سایت ها نرم افزارها انگلیسی بوده و با انگلیسی آشناتر هستیم و تو کل دنیا این شکلی. در واقع زمان سوم میشه زبان آلمانی یا حالا زبان‌های دیگه هم کسی یاد گرفته باشه. زمان چندمی دومی نخواهد بود. مولتی لینگوال قراره بشید، یعنی چند زبانه. پس قدم اول برای مهاجرت تصمیم بود، تصمیمی که
مطمئن باشید پشتش باشید و اگر هم متعهد هستید تیمی باشه، یعنی زن و شوهر با هم دیگه بخوان و کمک کنن که این اتفاق بیفته. و تصمیم که جدی شد بعد از اون باید زبان بخونید، زبان زبان و زبان، 3 بار 4 بار 10 بار هم اگه ضرب بکنید، زبان مهمترین چیز برای مهاجرته، چون دروازه کلید، در واقع دروازه ورود به فرهنگ یک کشوری، تاریخ یک کشوری، کار کردن توی یک کشوری زبان هست. سخته، شما اینجا هم بیاین سخت‌تر خواهد شد، ولی کلیدش زبانه. تا چه سطحی زبان رو بخونیم؟ من خودم زبان رو خیلی سخت یاد گرفتم تو رشت. حالا اونایی که تو رشت هستن میدونم معلم زبان خوب پیدا نمیشه. ما قبل کرونا تصمیم گرفتیم که به صورت فورس ماژور در عرض 3-4 ماه 5 ماه زبان رو بخونیم. معلم خصوصی رفتیم. استاد ما خیلی استاد خوبی بود، خودش از آلمان تشریف آورده بود ایران و معلم نبود، معلم زبان آلمانی نبود، ولی زبان مادریش بود، یاد گرفته بود. حالا یا مادری که به شما نگم 6-7 سالگی یاد گرفته بود. بعد به داستان کرونا خوردیم و نتونستیم کلاس ادامه بدیم، دنبال استاد بگردیم اینور اونور، یه بخشی با جزوه، یه وقتش با کتاب. بالاخره یه چیز منسجم و منظمی نبود، چون فکر نمی‌کردیم که زبان این شکلی باشه و کسی مثل این کلیپ نبود ما رو راهنمایی کنه که زبان خوندن به این سادگی نیست. شما وقت بذارید به اینطوری فکر نکنید که 6 ماه زبان میخونن و میام. اونایی که به شما میگن توی آلمان دوره گذروندن و B2 و B1 گرفتن، شما یه فولک هوخشوله میرین و در واقع یه دونه وایتا بیلدونگ هستین، VHS بهش میگن، VHS در واقع. و شما اینجا در واقع کلاس زبان رو یاد میگیرید و مدرکی میدید که اصلا خود برای مثلا اقامت دائم یا هر اقامت دیگه قبولش ندارم و میگن باید گوته بگیرید یا حالا هر مدرک معتبر دیگه. من خودم گوته رو گرفتم در حد B2 از ایران. ولی شما تو ایران بس باید یکی به شما بگی که زبان رو خوب بخونی. یعنی پیشنهاد من این هستش که از کتاب استفاده کنید، پیش استادی برید که با کتاب شما رو پیش ببره. تنهایی کلاس رفتن خوب نیست، باید جمعیت زیاد باشه که شما بتونید حرف بزنید، ترس حرف زدن ریخته بشید. زمان مشخصا 2 سال، 1 سال 2 سال بعد واسش وقت بذارید. واقعیتشو به شما بگم، اگه میخواید زبان آلمانی بهتون سخت نگیره، چون بیش از اون انرژی گذاشتن در واقع دل سرد شدنه. اگه حرفه‌ای بخواید وقت بذارید، باید مثلا روزی 3-4 ساعت، هفته‌ای 3-4 بار زبان بخونید و هی تکرارش کنید. خب بین این فاصله زبان آلمانی و هر زبان دیگه خوندن بین کار و زندگی آسون نیست. پس زبان بسیار مهمه. شما تا سطح B1 حرفه‌ای، یعنی B1 که واقعا B1 باشه، نه اگه فقط گذرونده باشه. یه موقع هست که شما یه چیزی پاس می‌کنید میگی من الان B1 دارم، یه موقع هست که واقعا B1 دارید. واقعا باید B1 داشته باشید. یعنی من خیلی رو میشناسم که C1 هستن نمیتونن حرف بزنن، B2 هستن نمیتونن حرف بزنن، B1 هستن فول حرف میزنن و نیازی B2 بگیرن. شما باید B1 زبان عامیانه و روزمره آلمانه، یعنی تو محیط زندگی شما B1 کفایت میکنه صحبت بکنید، ولی همه اطلاعات، همه دامنه لغت ها، همه اون اصطلاحات رو بلد باشید و کتاب کمک میکنه که در واقع قوی تر بشید توی این زمینه. B2 هم اگه رفتید، B2 کمک میکنه که لغات بهتری یاد بگیرید، لغات قوی تر، لغات جامع‌تر، حرفه‌ای تر. ولی شما میتونید با B1 برید امتحان بدید و بلو کارت بگیرید و سفارت قبول داره و ویزا رو بگیرید. لغات تخصصی رشته های خودمون، عمران و معماری و حالا هر رشته دیگه‌ای، کتاب هست، میشه اینا هم استفاده کرد، ولی در مرحله بعدیه. یعنی وقتی که شما دیگه به یه لولی رسیدید، اعتماد به نفس پیدا کردید که میتونید مصاحبه کنید، خیلی مهمه، میتونید مصاحبه کنید و بعد نیاز دارید که حالا با دامنه لغاتتون بیشتر کنید، میتونید کتاب‌های تخصصی بگیرید و میتونید فیلم ببینید، میتونید موسیقی گوش بدید، میتونید پادکست گوش بدید. ولی از اون لول B1 به بعد، یعنی در ابتدا حالا معلم اینا رو شما رو بهتر راهنمایی میکنه که کی موسیقی گوش بدید، کی رادیو گوش بدید. حالا ما که اینجا هستیم هنوز شاید بگم به شما 70% رادیو رو متوجه میشیم، موضوع رو متوجه میشیم، ولی نمیتونی بگی من 100% متوجه میشم. تو فارسی شما نمیتونی 100% یه رادیو رو تکرار کنید،
موضوع رو میفهمید. پس زبان خیلی مهمه، زبان رو حتما جدی بگیرید. بعد از اینکه زبان رو به یه سطحی رسوندید که اعتماد به نفس پیدا کردید، باید برید به مرحله بعدی، نوشتن لبزلاف و ادامه داستان. تو قسمت زبان تا یادم نرفته، کتابی که من پیشنهاد میکنم بعد در واقع به یک رسیدن یا حواست به یک شروع کنید به خوندنش بر خودتون، کتاب یونی زیشا است. یونی یه دونه علامت تعجب داره، بعد زیشا یعنی سوالی. این کتاب جلد 1 و 2 و 3 اینا داره. جلد 3 لغات هست که از B1 تا C2 رو به شما یاد میده و خیلی هم کاربردی هست. یعنی لغت رو مثلا از موضوع تحصیل، مدرسه در آلمان، تحصیل در آلمان توضیح میده که مثلا گروندشوله داریم، بعد چی داریم، بعد آبیتوار داریم و ادامه داستان، و با لغاتی که در این موقع لازم هست، مثلا امتحان دادن چیه، امتحان قبول شدن، مدرسه رو 2 دره کردن، پیچوندن مدرسه و اینطوری همه چی با مثال، یعنی با جمله جلوش جدول هست. و بعد صفحات بعدش تمرین داره، سوال میپرسه و میره موضوع بعدی، مثلا بدن انسان، نمیدونم کشاورزی. هر چقدر که میره جلوتر سخت‌تر میشه. این کتاب خیلی کتاب سخت و پیچیده و مفیدیه. اینطوری نیست که شما بگید من کتاب میشینم میخونم یه سال تموم میشه، یه روز، 2 هفته، 3 هفته، یه ماهه. کتاب من خودم روخونی کردم، یعنی به صورت تیتروار روخونی میکنی، مینویسی لغاتی که دوست داری، به دردت میخوره. من 2 بار یا 3 بار این کتاب رو تیتروار مطالعه کردم و بعد هر چقدر که بالاتر میری دوباره رجوع میکنی. تنها کتابی که از ایران با ما به آلمان اومده کتاب یونی زیشا هستش در واقع، چون لغاتش استفاده میکنی، هنوز رجوع میکنی و با ما رفرنس استفاده میکنی. بعد از اینکه به این مرحله رسیدید، باید حالا شروع کنید به کاریابی دیگه. شما زبانتون به حدی رسیدید که میتونید دفاع کنید از خودتون رو پرزنت کنید، برای فورشتون گش بگش آماده بشید که اونم مراحل بعدیه. اگه لازم باشه در مورد اون هم توضیح میدم، کلیپ میسازم. باید لبنزلافتون رو آماده کنید. لبنزلاف یا همون سی وی انگلیسی در واقع رزومه خودمون هست. شما میتونید از چت جی پی تی و یا هوش مصنوعی دیگه استفاده کنید که یه ذره صیقل بدید موضوع سی وی رو، ولی باید هیومنایز بشه. یادتون باشه از حالت AI باید در بیادن. همه جا در واقع ATS دارن و کنترل میکنن رزومه ها رو که اینا به صورت کپی پیست نباشه و هوش مصنوعی نباشه. برای نوشتن و از حالت در واقع معمولی در اومدن باید از این نرم افزارها و از این وسایل کمکی استفاده کنید، مثل چت جی پی تی. میتونید اگه دوست داشتید کلیپ من رو که تو در مورد چت جی پی تی ساختم توی اینستاگرام ببینید. البته کوتاه هست، در این مورد لازم هستش که یک کلیپ جامع تری ساخته بشه، احتمالاً بعداً بسازم. بعد این لبزلاف رو نوشتید، با لبزلاف رو چک کنید. لبزلاف چه شکلی باید باشه، لبزلاف توی آلمان و توی محیط اروپا به چه شکلی است، با آمریکا و کانادا و انگلیس فرق میکنه. اونا میگن عکس نذارید، اینجا عکس باید بذارید. آلمان این شکلیه، چه عکسی بذارید، چه جوری بنویسید، از چه سایتی میتونید استفاده کنید. اینا رو من به صورت خلاصه میتونم الان به شما بگم، ولی لازم هستش که در یک کلیپی، حالا شاید کوتاه‌تر ولی جامع، در این مورد صحبت بشه. بعد از اینکه شما لبزلاف رو نوشتید، قدم 5 کاور لتر هست، در واقع آنشرایبن هست. آنشرایبن همون کاور لتر انگلیسی خودمون هستش که برای هر پوزیشن کاری شما لازم هستش که این آنشرایبن رو تغییر بدید. وقتی نامه نوشتن یاد بگیرید که بالا تیتر چجوری باشه، آدرس رو چجوری بنویسید، مخاطب کی باشه و موضوع اصلی چی باشه، رفرنس رو کجا بنویسید. دیگه میتونید با تغییرات کلی شما میدید دوباره چه پوزیشن هستید. میخواید باولایتا بشید، آبرشتا بشید، کلکولاتور بشید، میخواید BIM کوردینیتور بشید، کنستراکتور بشید. باید ببینید دوباره چه تیتری میخواید بگردید. میخواید به عنوان در واقع پرکتیکانت شروع کنید. آسپیلدونگ دیگه مهندسی کافی همه توضیح دادن، من آسپیلدونگ توضیح نمیدم و هست، میتونه بدون هزینه خودتون پیش برید جلو. همون کاری که من خودم انجام دادم، شما تو آسپیلدونگ راحت‌تر و تحصیلی راحت‌تر میتونید برید جلو. این پرانتزی باشه تو این زمینه. پس آنشرایبن رو با توجه به هر پوزیشنی که انتخاب کردید یه مقدار تغییرات میدید و ارسال میدید. کپی پیست نباشه. لبنزلاف زیاد تغییرات نمیکنه، ولی لبنزلاف نوشتنم خیلی مهمه. من باورتون بشه یا نه، من 1500 تا درخواست کاری دادم.
هیچ جوابی نگرفتن. حالا همه میگن لایدا، این لایدایی است که اتومات زده میشه. میای تو آلمان متوجه میشید که چجوری اینا ایمیل ها رو پاسخ میدن و چه اهمیتی میدن به ایمیل ها. اینا هم آدم هستن، فکر نکنید تافته جدا بافته هستن، نه اینطوری هم نیست و به فکر تفریح و خوشگذرانی هستن بیشتر و ایمیل شما رو به ما یک وظیفه کاری ببینن و تایمش وقت میذارن براش. استرسی که شما تو ایران دارید و اینا درک نمیکنن که کارشون انجام میدن. 1500 تومن در واقع به وربونگ فرستادم و دیدم که هیچ جوابی نمیاد. سوال بر خودم پیش اومد که یه جای کارم میلنگه. بعدا به این نتیجه رسیدم از پرسجو تو کانال‌های تلگرامی مختلف با دوستان آشنا شدم که به من کمک کردن، انرژی دادن، راهنمایی کردن بدون منت. حالا تا دوست نداشته باشن اسمشون رو ببرم ولی از همینجا ازشون تشکر میکنم. تازه فهمیدم که اصلا لمزلافر اشتباه نوشتی، آنشرایبن اشتباه نوشتی. اینا رو به مرور صیقل دادم، اصلاح کردم، درست کردم. جواب اصلا یعنی یه انفجاری جواب گرفتم که لمزلاف رو چجوری بنویسی. این شما میری توی آفگاوه سایت رو کپی پیست میکنی، تیترا رو هی میاری اونجا، این اصلا تابلو میشه، اونا اتومات ریجکت میشه. شما نباید لمزلاف اون شکلی باشه، باید توضیح داده بشه که شما چه کاری کردی، خودتون رو پرزنت کنید تو 2 صفحه کاغذ. اینا 10 دقیقه وقت نمیذارن برای یه دونه لبنزلافی که به وربون میکنید شما ببینن که آیا بپذیرن به مصاحبه اولیه، اچ آرش قبول بکنه یا نه. خیلی مهمه لبنزلاف، واقعا لازم هستش که یک کلیپی در مورد ساخته بشه و حتما این کارو میکنن. بعد از اینکه این کار انجام دادید، مهمترین قسمت در واقع تو کاریابی پروفایل کاریابیتون هست. توی لینکدین، توی در واقع ژینگ، توی در واقع استون، تو سایت های مختلف کاریابی، تو مانستر. شما من که پیشنهاد میکنم لینکدین رو استفاده کنید ولی آلمان چند تا دیگه هم هست باید استفاده کنید. ایندید. پروفایل لینکدین خیلی اهمیت داره. پروفایل لینکدین لازم هم نیست حتما پرو باشه و پول بدین بابتش، اصلا نیازی نیست. حالا از گوشه‌های مختلف اگه استفاده کنید، از گوش مصنوعی میتونید استفاده کنید و اصلاح کنید در واقع کامنت ها و پست هایی که میخواد بذارید. باید یه پروفایل حرفه‌ای داشته باشید و واقعی باشه با لمزلافتون و با اون چیزی که اپلای میکنید، چون چک میشه. باور کنید چک میشه. شاید از 10 تا مثلا 2 تا نکنن ولی چک میکنن. من از طریق لینکدین و اکتیو بودن لینکدین و پروفایل لینکدین درست خودم تونستم کاری بکنم که کاریاب به سمت من میاد و شرکت ها اچ آرشون به من پیغام میدادن و هنوز هم میدن که اینجا فلان پروژه برای شما کار هست، میای با توجه به تجربه که داری و من در واقع انتخاب میکنم. حالا میتونید ببینید ایمپرشن پست ها خیلی مهمه. شما پست بذارید و پستی که در واقع ایمپرشن داشته باشه. این اینستاگرامه ولی در مورد کار. پس پروفایل لینکدین خیلی مهمه، حتما جدی بگیرید اون رو. حتما باید در مورد صحبت بشه که میکنن این کار رو حتما. بعد از اون مرحله به پرشتم گش به قش میرسیم. مصاحبه کاری قدم 7. مصاحبه کاری هم بسیار اهمیت داره. یه سری سوالا هستش که من خودم پیدا کردم، 100 تا سواله که از شما ممکنه تلفنی بپرسن. شما در واقع مصاحبه تصویری و تلفنی خواهید داشت با طرف مقابل و از این سوالا میتونید استفاده کنید. شاید قدیمی باشن ولی به کارتون میاد. اعتماد به نفس شما رو میبرن بالا و شما رو آماده میکنن برای یک مصاحبه کاری. تو این زمینم اگه لازم شد و اگه دوست داشتید حتما یک کلیپی میسازم. بعد مرحله 8 انشالله که کار قبول شدید و کار گرفتید و در واقع پذیرفته شدید از طرف کارفرما، گرفتن ویزاست. چه چیزی باید به کارفرما بگید، کندیگون فیقیست چیه و در واقع کی میتونید وارد خاک آلمان بشید. اینها هم اهمیت داره. تو مصاحبه کاری باید بگید. ویزامتریک چه کارهایی باید انجام بدید، این رو هم به شما میگم. بعد چجوری برای پیوست خانواده میتونید اقدام کنید، این هم در واقع تو داستان ویزامتریک هست. و مرحله 10 بلیت پرواز به سمت آلمان هستش و شروع زندگی تو کشور آلمان که خودش یک کلیپ های زیادی خواهد داشت به صورت روزمره، ویلاگ. اونا رو هم برای شما میذارم هم اینجا هم توی پیج اینستاگرام خودم. اونجا بیشتر میتونید روزمرگی ها رو ببینید چون در دسترس تره و چیزهایی هستش که شاید برای من عادی شده باشه. یعنی میبینی در محیط اینجا عادی شده ولی بعدم فکر میکنی بهش که خب اینا خیلی اهمیت داره. واقعا اگه کسی اینا رو بدونه بهش انگیزه میده که شروع کنه برای یک
استارت دوباره برای یه هدفی، شاید بگم خاص، چون کار هر کسی نیست. باور کنید کار هر کسی نیست. کسایی که توی این مسیر قدم میذارن در قدم‌های مختلف، در جاهای مختلف، مهاجرت به هر کشوری، مهاجرت، خسته میشن، زده میشن، دل سرد میشن. از شروعش بگیر که زبان خوندن هست تا همه این کارهایی که به شما گفتم. همه میخوان راه 100 ساله رو یه شبه برن. باور کنید که پنیر آماده فقط تو تله موش هست. هیچ کسی لقمه نمیکنه و دهن شما نمیذاره. شما باید خودتون شروع کنید و پشتکار داشته باشید و در واقع واقعا این کانستنسی هستش که استمرار هستش که شما رو به نتیجه میرسونه. باور کنید. و بقیه آدما فقط میتونن به شما انرژی بدن. شما این کلیپ رو میتونی ببینی، سیو کنی، 10 بار دیگه ببینی یا اصلا رد بشی بری بعدی و هیچی. ولی میتونی هم جدی بگیری، سیوش کنی، بر خودتون، بر بقیه بفرستین و در ادامه وقتی مسیر رو شروع میکنی میبینی که همین کلیپ ها، همین حرف ها به شما میتونه کمک کنه که انرژی بیشتری بگیرید تا بتونید به مقصدی که دلتون میخواد برسید. باور کنید هدف من همین هستش که تا جایی که میتونم کسایی که دوست دارن رو بیارم پیش خودم، دور و بر خودم تو آلمان. چرا که نه، مخصوصا بچهای خطه شمال، دوستانی که دوست دارن بیان، انشالله که میان. تا جایی که بشه من کمک میکنم بی منت. مشاور کاریابی هم نیستم، کار نمیتونم برای کسی بگیرم و فقط میتونم کمک کنم. کاریاب میشناسم، ولی همه چی در وقت و زمان و مکان مناسب خودش قطعا به درد شما خواهد خورد. فعلا شما با همین چیزایی که به شما گفتم شروع کنید تا به مرحله برسید که خودتون اعتماد به نفس پیدا کرده باشید برای این مصاحبه و کاریابی. لایک، شیر، کامنت یادتون نره. خیلی 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 زیاد مراقب خوبیاتون باشین و این کلیپ رو برای بقیه بفرستید. تا درودی دیگه، بدرود. میبینمتون.